به نام خدا، احمدی هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوام روش کاشت عنبر رو خدمتتون توضیح بدیم. خب لوازمی که مورد نیازمونه یک گلدونه که حالا خاک مناسبی داره و کفشو من سوراخ کردم، چیزی که دم دستم بوده، و یک آبپاش، یک کارد میوه‌خوری و یه عنبه‌ای که کاملا رسیده باشه که هستش خود هسته رسیده شد. خب شروع میکنیم. حالا این روشی که من دارم شما توصیه میکنیم که همین روش رو داشته باشید برای جدا کردن خیلی راحت عنبر. خیلی راحت هسته رو جدا میکنیم. این هسته جدا. اگه دقت کنید، حالا من بتراشم اینو کامل دیده بشه. این خود هسته عنبر یک قشنگی خاصی داره. خب این هسته عنبر تشکیل شده از 2 تا قوس مشاهده میکنید. این حواستون خیلی باید باشه که این یه وقتی آسیب نبینه وقتی که شما دارید هسته رو باز میکنید. این یه قوس اینجوری داره، یه قوس اینجوری داره. حواستون باشه ما اصطلاحاً میگیم دومش. از دومش چاقو میندازیم. یه کمی البته سخته، خیلی با ظرافت خاصی این کار باید انجام بشه. خیلی خیلی با ظرافت خاصی. خب اینجا انگشتتون رو باید بندازین داخل این. حالا یکم ریزم میخوره. مواظب باید باشین که این آسیب نبینه این هسته عنبر. خب اینا بیاریم بیرون. خیلی مراقب باشین. خب این هسته عنبر است. اگه دقت کنید اینجا تازه داره جوونه میزنه. باید مواظب باشید این هسته همینجور که هست آسیب نبینه. خب بهتره که اینو به همین حالت در خاک بذارید. حالا خاک همینقدر به نظر من کافیه. بعد از حدود 3 هفته این هسته شروع میکنه به رشد. خب این ذره از این خاکاشو بدم اون بر. دقت کنید که این از همینجا جوونه میزنه. خب کافیه رو اینو بپوشونیم و دیگه منتظر باشیم. خب حالا با آبپاشم روزی 2 بار، بعضی که همیشه سطح این بالاخره مرطوب باشه. این چون خاکش کمی خشک بود من آب بیشتری میریزم توش. خب این از روش کاشت عنبر. امیدوارم که بکارید و لذت ببرید از سبز شدن و جوونه زدن این هسته و یاد ما هم باشید. خدا نگهدار.